درود به همه شما عزیزان، مجددی باکم و اینجا کانال HBWay Trade. اگر به دنیای بازارهای مالی و سرمایه گذاری علاقه‌مندید تو این کانال میتونید پاسخ همه سوالات خودتون رو پیدا بکنید. قبل از اینکه بریم سر وقت موضوع اصلیمون، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدایی که پیش اومده. یه سرماخوردگی تو این چند وقت سراغ من اومده که فکر میکنم فعلا قرار نیست بیخیال من بشه. بنابراین من باز عذرخواهی میکنم اگر تو این ویدیو و ویدیوهای بعدی قرار این صدا رو تحمل کنید. بیت کوین از مرز $80,000 رو تو ویدیوی قبلی که در مورد بیت کوین صحبت کردیم، یعنی تأثیرات دونالد ترامپ روی بیت کوین، اونجا گفتم که بیت کوین تو یک چنلی وجود داره. احتمال میدم کمتر اتفاقی نیفته، یعنی از 70,000 عبور نکنه. چرا گفتم خطرناکه؟ علتش هم جنگ بود. اما آرامشی که در چند روز گذشته سراغ جنگ اومده و موفقیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این شرایط رو فعلا مهیا کرده که بیت کوین بتونه رشد بکنه و از مرز $80,000 با اقتدار عبور کنه. اما سوال بعدی اینجاست، آیا بیت کوین به $100,000 میرسه؟ امروز روی چارت قرار در مورد این موضوع صحبت کنیم. از نظر من بله، بیت کوین به $100,000 میرسه و از این عدد عبور خواهد کرد. شاید امروز نه، فردا نه، ولی در روزهای آینده قطعا این اتفاق میفته، چون بیت کوین یک بریک اوت بزرگ انجام داده و اسپایکس چک گرفت. این اسپایک یعنی حالا بیت کوین ما قرار رشد بکنه. بریم روی چارت، اونجا کامل در مورد این موضوع فوق‌العاده زیبا که ترند این روزهای دنیاست صحبت. همونطور که مشاهده میکنی، بیت کوین از ماه مارس تا چند روز اخیر تو یک رنج بسیار بزرگ مونده بود و ما در موردش تحلیلامون رو گذاشته بودیم. اما چند روز قبل، یعنی بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، بیت کوین تریدینگ رنج بزرگش رو شکست و به قیمت $84,700 رسید، $768. یعنی من لحظه‌ای که ویدیوی ابتدایی داشتم ضبط می‌کردم قیمت رو $82,000 بود و همینجور که می‌بینید اسپایک بسیار جذاب و شاهدیم این کندل و می‌بینید که اومده و امروز هم که روز دوشنبه است، بازار باز شده، مارکت باز شده، قیمت می‌بینید همینطور به سمت بالا میره. بیت کوین در تایم دیلی که کندلاشو دارید می‌بینید و همینطور در تایم هفتگی وارد اسپایک شده. یعنی اینکه ما به راحتی به عدد $100,000 خواهیم رسید و این حداقل عددیه که برای بیت کوین پیش بینی می‌کنیم. این اتفاق تو روزهای آینده احتمال خیلی زیاد میفته، چون فاصله کمی داره. بیت کوین الان از به $100,000 بسیار نزدیک‌تره تا $60,000. این حداقل چیزیه که میگنی به این سقف به مراتب نزدیکتره تا به این کف و فقط $16,000، این $15,000 دیگه مونده بهش برسه و احتمالا تو این هفته یا هفته بعد به این عدد خواهد رسید. اما این شروع بازار ارز دیجیتاله. ارز دیجیتال تا ماها قرار رشد بکنه، چون این اسپایک چیزی نیست که به زودی تموم بشه. در این حال اگر خرید میکنی توصیه میکنم بهتون که صبور باشید، فیوچرز نزنید، دنبال سودای عجیب و غریب نباشید. این سود خودش خیلی زیاده بچه‌ها. یعنی اگر همین الان یه نفر خرید بکنه، هر چقدر اینجا نوسان کنه و به $100,000 برسه، 15% تقریبا رشد که بیش از 15% سود کرده، 16-17% تقریبا سود میکنه. ببینید چه عدد بزرگیه، خیلی عدد بزرگیه و به اندازه کافی بسه. بنابراین اصلا دنبال فیوچرز و اینا نباشه که تو این نوسانا استرس رو بخواید تحمل بکنید. ما هم مووینگ فاصله گرفتیم، قطعا تو روزهای آینده ما اینجا رنج خواهیم دید، قطعا، خصوصا تو عدد $90,000 که یک عدد رونده بسیار بزرگه، خیلی بزرگه. ببینید 80 تا 90 بخواد بره خودش خیلی، خود عدد $85,000 عدد بسیار بزرگه، عدد روندیه که میتونه قیمت رو استوب بزنه رو عدد $89,000 میتونه استوب بزنه و ریزش کنه بیاد پایین، چون باید ما به مووینگ نزدیک باشیم و بعدش حرکت کنیم به سمت بالا و ادامه دار نخواهد بودیم کار. ولی بنابراین وقتی شما فیوچرز میزنید استرس میگیرید و معاملات خارج میشه. بی خیال، از $100 سرمایه دارید اشکال نداره، بخرید بذارید باشه. این به $100,000 خواهد رسید و این $100 شما رشد میکنه. طمع رو بذارید کنار، چون امروز به هیچ عنوان وقت طمع نیست. همین رشد بسته. اگه خیلی دوست دارید
ارز دیگه بخرید، برید اتریوم بخرید، برید سولانا بخرید و اون سولانا رو نگه دارید. اون خودش رشد میکنه و سود 100-200% رو به شما میده. فقط کافیه که چشماتون رو ببندید، خرید بکنید و صبور باشید. در جای مناسب البته خرید بکنید و صبور باشید. کمی صبر کافیه تا اینکه به سود قابل ملاحظه برسید. فقط یادتون باشه شما قرار نیست همین سود مارکت رو بگیرید. شما باید سرمایه‌تون رشد بکنه و همین کفایت میکنه. بیت کوین بهترین شرایط و ایدئال ترین شرایط. فقط الان زمان خرید بگم نیست، یه ذره چیزه، چون مووینگ فاصله گرفتیم، به این مووینگ نزدیک میشه و احتمالا تو این عددا یعنی $80,000 هم به مووینگ نزدیک بشه. اینجوری نیست که بیاد بریزه و تو $72,000-$73,000 به مووینگ برسه. نه، تو همین اعداد $80,000 به مووینگ میرسه. اونقدر چیز نیست که فکر کنیم مثلا حالا قرار برگرده و دوباره $167,000 ببینه. خیلی سخته، همین چیزی واقعا امکان پذیر نیست. حتی اگر یک نفر امروز بیت کوین بخره، یعنی تو همین عدد $84,680 که الان داره قیمت معامله میشه، یک نفر بیت کوین بخره و بیت کوین یک دقیقه بعد شروع به ریزش رو کنه، باز هم به خاطر رنجی که شکل میگیره دوباره فرصت اینو داره یر به یر از بازار خارج بشه. یعنی نه تنها ضرر نمیکنه، این احتمال سود کردنه که به مراتب خیلی بیشتره، ولی در نهایت یر به یر از مارکت خارج میشه. من میخوام تو یه سقف بهتون این عددا بدم که ببینید چقدر احتمال داره که بیت کوین رشد کنه. این خیلی ها میان ترند میکشن، ترند لاین میکشن، زیاد به این چیزا توجه نکنید. بیت کوین تو فاز اسپایک و تا زمانی که پول بک بزنه، من در مورد پول بک ها ویدیو ساختم، لینکشو بالا قرار میدم، تا زمانی که پول بک نزده همینطور رشد، حتی زمانی که پول بک بزنه تازه وارد فاز ترند قرار بشه. خیلی مخلصیم، تا ویدیو بعدی، تحلیل بعدی، فعلا.